به این جمله فارسی دقت کنید. من یک خونه براش خریدم. اگر بخوایم این جمله رو به صورت فارسی رسمی بگیم میشه من یک خانه برای او خریدم. حالا اگر شما از یک فارسی زبان بخواد که همین جمله رو به انگلیسی بگه، به احتمال زیاد میگه I bought a house for him. I bought a house for him. کلمه bought اینجا در واقع شکل گذشته فعل buy هست به معنی خریدن. عبارت a house رو داریم که نقش مفعول رو ایفا میکنه و بعد هم حرف اضافی for که دقیقاً معادل حرف اضافه برای در زبان فارسی است و در آخر هم ضمیر مفعولی him. این جمله از لحاظ گرامر کاملا درسته. اما انگلیسی زبان ها همین جمله رو به یک صورت دیگه هم میگن که در زبان فارسی رایج نیست و اون هم این که حرف اضافی for رو حذف میکنن و جای a house و him رو با هم عوض میکنن که در نهایت میشه I bought him a house. I bought him a house. این ساختار در زبان انگلیسی همونطوری که گفتم بسیار رایجه، به ویژه در زبان انگلیسی محاوره‌ای. در زبان انگلیسی از لحاظ گرامر به این میگیم double object construction یا ساختار دو مفعولی. این البته بستگی به فعل جمله هم داره، یعنی فعل جمله باید پذیرش دو مفعول رو داشته باشه. حالا من برای شما در اینجا چند تا از این فعل ها رو میارم، فعل هایی که پذیرش دو مفعول رو دارن و به صورت ساختار اول جمله سازی کردم. حالا کاری که شما انجام میدید اینه که این جمله ها رو یک به یک باید تبدیل کنید به ساختار دوم، یعنی همون ساختار double object construction و بعد هم جواب خودتون رو به صورت کامنت پایین همین ویدیو برای ما ارسال کنید. ممنون.